صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خداوند عیسی، بدون تو ما از محبت بی حد و اندازه خدا خبر نمی داشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل به روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه غوطه‌ور می بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت، آن هم در عدالت و محبت، آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز است، زیرا هرچه داریم از تو داریم. ای مسیح قدوس، تو را شکر می کنیم که کلام خدا را به ما عطا کردی تا خدا را و حقیقت را بیابیم. استدعا داریم اکنون که به کلام جاودانت روی می آوریم، ما را در درک آن یاری بده. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خدا یکتا سلامت باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواه خودتون باشید. برنامه‌ای که همه عاشقان حق می توانند غذای روح خود را دریافت بدارند و آرامش خدا را تحصیل نموده و ندای حق را در قلب و وجدان خود بشنوند. ندایی که جاودان و ازلی و پرقدرت است، زیرا هدف ما این است که کلام خدا را به سمع همه شما برسونیم و خدا را شکر می‌کنیم که در میان این همه امواج و برنامه‌های مختلف رادیویی این افتخار رو داریم که پیام آور صلح و نجات و حیات الهی برای همه طالبان خدا باشیم. در ادامه مطالعه کلام او به انجیل مقدس روی می‌آوریم و از فصل 22 انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا درباره دستگیری، محاکمه و صلیب و سرانجام مرگ عیسی مسیح آیات را براتون میخونم و توضیحاتی جهت روشن شدن معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم. باشد که شما نیز با نقشه خدا و مخصوصاً با صلیب و مرگ عیسی مسیح و علت آن و نقش آن در نجات انسانها در نقشه الهی پی برده و دریابید که چرا عیسی مسیح یگانه امید بشر و تنها نجات دهنده عالمیان است. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام را براتون بخونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید.
در 48 آیه اول فصل 22 حضرت لوقا درباره شام آخر عیسی مسیح با شاگردانش و تعلیمات او و مخصوصاً دعای او در باغ جستیمانی به طور خلاصه برای ما بیان می کند و از آیه 48 ما با نحوه دستگیری عیسی مسیح و تسلیم شدنش به وسیله یهودای خائن و محاکمه و سرانجام صلیب شدنش روبرو می شویم. موضوع صلیب شدن عیسی مسیح موضوعی است بسیار حساس و مهم. اساس نجات بشر و پایه و بنیاد مسیحیت بر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بنا شده است. یعنی اگر صلیب مسیح رو بردارید مسیحیت هیچی نداره. و مهمترین مطلب در صلیب عیسی مسیح این است که خدا در مسیح بود و به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه می‌داد. صلیب مسیح نشان پیروزی محبت و عدالت خداست، نشان امید و حیات است و مهر نجات بشر می باشد. در مورد اسرار صلیب در برنامه گذشته به طور مختصر مطالبی رو به عرضتون رسانیدم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده نیز در این مورد بیشتر صحبت کنیم. زیرا اگر ما به معنی و عمق صلیب عیسی مسیح پی ببریم بدون شک تسلیم محض خدا خواهیم شد و بدون چون و چرا خود را برده خدا می کنیم و از آن لحظه به بعد جز راه صلیب راه دیگری را طی نخواهیم کرد. اجازه بدید ابتدا درباره نحوه دستگیری عیسی مسیح از انجیل مقدس براتون بخونم. از آیه 47 میخونم که میگوید و هنوز سخن بر زبان عیسی بود که ناگاه جمعی آمدند و یکی از آن 12 که یهودا نام داشت بر دیگران سبقت جسته نزد عیسی آمد تا او را ببوسد. و عیسی بدو گفت ای یهودا آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم می‌کنی؟ رفقایش چون دیدن که چی می‌شود عرض کردند خداوندا به شمشیر بزنیم. و یکی از ایشان غلام رئیس کهنه را زده گوش راست او را از بن جدا کرد. عیسی متوجه شد گفت تا به این بگذارید و گوش او را لمس نمود شفا داد. پس عیسی به رؤسای کهنه و سرداران سپاه هیکل و مشایخی که نزد او آمده بودند گفت گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بیرون آمده اید. وقتی که هر روز در هیکل با شما بودم دست بر من دراز نکردید. لیکن این است ساعت شما و قدرت ظلمت. لیکن این است ساعت شما و قدرت ظلمت. این است ساعت شما و قدرت ظلمت. در حالی که عیسی مسیح هنوز با شاگردانش صحبت می‌کرد، یهودا همراه با یک دسته از مستضعفین یهودی بیت المقدس و سربازان رومی با صاحب منصبشون به مکانی که عیسی دعا می‌کرد میرسند. علت فرستادن سربازان این بود که رؤسا حدس می‌زدند که شاگردان مسیح مقاومت نشان بدن. یهودا به سربازان گفته بود که هر کی را ببوسد او عیسی است، همان را باید دستگیر کنند. پس یهودا به بهانه اظهار محبت نزد عیسی میره و او را میبوسد. عیسی یهودا را از خود دور نکرد بلکه گذاشت او را ببوسد و بدین طریق به ما نشان داد که نسبت به دشمنان خودمون چطور باید رفتار کنیم. آنها را از خودمون بیرون نکنیم، رد نکنیم. ولی مسیح با اندوه نسبت به ریاکاری و دورویی یهودا اعتراض میکند. او را دوست داشت ولی به خاطر دوروییش او را نکوهش میکند. شاگردان مسیح نمیدانستند چه عکس العملی را نشون بدن. با خود گفتند آیا به جنگ بپردازیم؟ آنها 2 شمشیر در اختیار داشتند. 11 نفر بودن ولی 2 شمشیر داشتند. آنقدر دست و پاچه بودن که ناخودآگاه پتروس شمشیر میگیره و به دفاع از عیسی مسیح شمشیر میکشه و گوش یکی از غلامان رو میبره. مسیح او را نهیب میکنه، پتروس رو نهیب میکنه. معنی این جمله میگه تا این بگذرد احتمالاً روی سخن مسیح به دشمنان است که طلب فرصت میکنه تا گوش آن غلام را شفا بدهد. و مسیح دشمن خود را که برای دستگیریش آمده بود شفا میدهد. رؤسای یهود اینقدر اشتیاق دستگیری عیسی را داشتن که خودشون شخصا در شب برای دستگیری عیسی مسیح رفته بودن. عیسی آنها را به خاطر شرارتشون از این که بدین گونه او را دستگیر میکنن توبیخ و ملامت میکنه، ولی دوستان مقاومت نمیکنه. و سپس میفرماید ساعت شما ساعت ظلمت و قوت شماست. قوت ظلمته، یعنی شما تحت نفوذ تاریکی یا اهریمن هستید و برای همین است که اینطور در شب آمده و مرا دستگیر میکنید.
سربازان مسیح را میگیرند و میبرند و اکثر شاگردان فرار میکنند. از آیه 54 الی 71 محاکمه عیسی و انکار کردن پتروس در مورد شناخت عیسی مسیح می باشد. به آیات توجه فرمایید. می‌خوانیم: پس عیسی را گرفته بردند و به سرای رئیس کهنه آوردند و پتروس از دور از عقب می آمد و چون در میان ایوان آتش افروخته گردش نشسته بودند، پتروس نیز در میان بنشست. آنگاه کنیزکی چون او را در روشنایی آتش نشسته دید، بر او چشم دوخته گفت: این شخصم با او همراه بود. اما پتروس وی را انکار کرد، گفت: ای زن، من او را نمیشناسم. و چون تخمیناً 1 ساعت گذشت، یکی دیگر با تأکید گفت: بلا شک این شخص از رفقای اوست، زیرا که جلیلی هم هست. پتروس گفت: ای مرد، نمیدانم چه میگویی. در همان ساعت که این را میگفت، خروس بانگ زد. آنگاه خداوند روی گردانیده به پتروس نظر افکند. پس پتروس آن کلامی را که خداوند به وی گفته بود به خاطر آورد که قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پس پتروس بیرون رفته زار زار بگریست. پتروس و یوحنا به طوری که در انجیل مقدس می‌خوانیم می‌بینیم که به طور مخفیانه به دنبال سربازان میرن تا ببینن که به سر عیسی مسیح چه میآید. عیسی مسیح را به دیوان خانه میبرند و پتروس در بیرون در حیاط منتظر گذشت زمان بود. آتشی روشن بود، پس به خاطر سردی هوا پیش آتش میره تا خودشو گرم کنه. کنیزی که دربان بود وقتی در نور آتش چهره پتروس رو میبینه، او را میشناسه و میگه که این شخص با مسیح بوده. ولی پتروس از روی ترس گفت نه تنها با عیسی نبوده، بلکه او را هم اصلا نمیشناسه. راستی پیشگویی عیسی مسیح چقدر زود به وقوع پیوست که گفته بود: ای پتروس، تو مرا 3 بار انکار خواهی کرد، ولی من دعا کردم تا نیفتی، تا سقوط نکنی. بار 3 که پتروس مسیح را منکر میکنه، کلام خدا میگوید که عیسی از دور پتروس رو دید. نگاه عیسی، دوستان، نگاه عیسی پتروس را پر از اندوه و خجالت نمود، به طوری که از حیات محکمه خارج میشه و با کمال تأثیر و با تلخی جان شروع به گریه کردن میکند و پشیمانی خود را با گریه به اثبات میرساند. و چون توبه او صمیمانه بود، البته او هم بخشیده شد. دوستان عزیز، لغزش پتروس باید تنبیهی برای همه ما باشد، درسی باشه برای همه ما که ما همیشه به مسیح نزدیک بوده ایم و او را پیروی میکنیم. از آمرزش گناه پتروس نیز میتوانیم امروز جرأت یافته به گناه خود اعتراف و توبه کنیم و بدانیم که هرگاه مسیح گناه پتروس را بخشید، ما را نیز وقتی حقیقتا توبه کنیم خواهد بخشید. ای عزیزان، پتروس بیش از 3 سال با مسیح بود، ولی در اینجا می‌بینیم که او را منکر میشه. من و شما هم ممکنه سالها با مسیح باشیم، مسیح رو دوست داشته باشیم، ولی به خاطر موقعیت زمانی از او دور بشیم یا او را منکر بشیم. دعا کنید که در ایمان سقوط نکنید. از مسیح بخواهید همونطور که برای پتروس دعا کرد برای شما هم دعا کنه، شفاعت کنه که اگر در ایمانتون ضعیف هستید قوی باشید، نیافتید و مطمئن باشید اگر گناه کرده باشید حقیقتا توبه کنید، مهر مسیح را شامل حال خودتون کردید. شاید به خاطر این اتفاق بود که مسیحیان از ابتدا تقیه را از گناهان خیلی بزرگ می‌دانستند و به جای انکار مسیح جان خود را بر کف نهاده و در راه منجی خود و شهادت به او شهید می‌شدند. از آیه 63 براتون می‌خونم. می‌فرماید: و کسانی که عیسی را گرفته بودند او را تازیانه زده استهزا نمودند و چشم او را بسته تپانچه به رویش زدند و از وی سوال کرده میگفتند: نبوت کن که کی تو را زده است؟ و بسیار کفر دیگر به وی گفتند. و چون روز شد، اهل شورای قوم یعنی رؤسای کهنه و کاتبان فراهم شده در مجلس خود او را آورده گفتند: اگر تو مسیح هستی به ما بگو. او به ایشان گفت: اگر به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد و اگر از شما سوال کنم جواب نمی دهید و مرا رها نمی کنید.
لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست. همه گفتند پس تو پسر خدا هستی؟ او به ایشان گفت شما میگویید که من هستم. گفتند دیگر ما را چه حاجت به شهادت است، زیرا خود از زبانش شنیدیم. رؤسای دینی به بدترین و غیر انسانی ترین وجهی با عیسی رفتار نمودند. دوستان ببینید چه کسانی این عمل شرارت آور را، این عمل شرم آور را بر علیه عیسی مسیح انجام می‌دهند. آنهم کسانی که خود را مؤمن و مذهبی می‌دانستند، کسانی که خود را نور امت و امید ملت می‌دانستند، کسانی که رهبران مملکت بودند، آنها که خود را نزدیکتر از همه به خدا می‌دانستند. آری، ملایان دینی که ظاهراً خداشناس بودند اما باطناً و عملاً شیطان صفت بودند. آنها چشمان عیسی را می‌بندند، او را سیلی می‌زنند، مسخره می‌کنند، آب دهن به او می‌اندازند، تف می‌اندازند رو صورتش و میگن که بگو ببینم چه کسی به تو سیلی زد، و آب دهن به صورت مبارک او می‌انداختند. راستی عکس العمل من و شما در این مورد چطور خواهد بود؟ اگر کسی این کار را به ما کنه، آیا ما ساکت و آرام میشینیم و برای آنها دعای خیر میکنیم؟ اما عکس العمل عیسی مسیح مانند ما انسان ها نبود، زیرا او یک انسان معمولی نبود. او میتوانست با یک کلمه، بله دوستان، فقط با یک کلمه همه آن اشخاص شریر را نابود کند، قدرت از خدا بخواد و همه را نابود کنه، ولی او این کار را نکرد. در عوض ساکت میماند، سکوت کرد، سکوتی که نشان از صبر خدا دارد. همونطور که امروز خدا نیز نسبت به گناهانی که ما میکنیم هنوز صبر نشان میدهد که توبه کنیم. خدمتتون عرض کنم دادگاهی که رؤسای دینی درست کرده بودن یک دادگاه و محکمه غیر قانونی بود، زیرا برخلاف قانون بود. مطابق تورات برخلاف قانون بود که مجمع شورا قبل از طلوع آفتاب منعقد شود. بنابراین رؤسا در شب به طور غیرقانونی عیسی را محاکمه کرده و حکم قتل او را صادر می‌کنند. ولی همین که خورشید طلوع کرد، اعضای مجمع جمع شدند تا رسما او را محکوم به قتل کنند. هیئت مشایخ دین یهود یعنی سنهدریم از 70 شخصیت مهم قوم و از فریسیان و صدوقیان تشکیل شده بود. در زمان روم آنها حق نداشتند بدون تصویب رومیان اشخاص را به قتل محکوم و آن را عملی سازند. برای همین بود که در فصل 23 آمده است که او را دست بسته پیش والی روم یعنی پیلاتوس میبرند. در آیه 67 از او سوال میکنند که آیا تو مسیح هستی؟ اگر هستی به ما بگو. جالبه که بدانیم اگرچه عیسی مسیح بارها در برابر آنها ادعا کرده بود که او مسیح موعود است، ولی هنوز آنها این سوال را میکنند. معاذا با اینکه عیسی مسیح خود را مسیح موعود میدانست و واقعا اینطور بود، این لقب را علنا به خود نسبت نمیداد. از این رو رؤسا این سوال را میکنند تا او را به عنوان پیامبر کاذب که خود را مسیح موعود خوانده است به قتل برسانند. هدف آنها از این سوال این بود. چرا؟ چون میدانستند که از نظر آنها مسیح موعود یک رهبر سیاسی باید باشه. برای همین بود که مسیح به آنها میگه که فایدهش چیه بگم؟ چرا؟ چون شما حرف مرا تصدیق نخواهید کرد. شما تا حالا هرچی رو که کردم، هرچی رو گفتم قبول نکردید. چطور ممکنه الان جواب بدم و بپذیرید؟ آنها از مسیح سوال نمی کردن تا حقیقت را طالب شوند. هدف آنها، نقشه آنها از سوال کردن عیسی مسیح بود که او را به قتل برسونند. چون دوستان عزیز اگر عیسی مسیح هم 1000 دلیل هم می آورد بیفایده بود، چون آنها به او ایمان نیاورده بوده و نمی آوردند و وقتش ایمانی در کار نباشه شهادت هم بیفایده است. مسیح سابقا بارها و بارها با آنها گفته بود که او کیست و با معجزاتش ثابت نموده بود که او یگانه خداوند می باشه. هدف آنها قتل بود، کشتن بود. برای همین مسیح اسباب زحمت به خود نمیده تا در برابر متعصبان از خودش حمایت کنه. او در دست داوران بی انصاف قرار داشت. با وجود این به آنها خبر میدهد که به زودی خداوند به او قدرت خواهد داد تا نه فقط در حضور خدا باشه بلکه در قوت و جلال الهی سلطنت کنه.
و سلطنت عیسی بر دست راست خدا از زمانی شروع شد که او پس از رستاخیز از مردگان به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای قادر مطلق نشسته است. از فصل 23 دنباله محاکمه عیسی مسیح رو براتون میخونم. میفرماید پس تمام جماعت برخاسته عیسی را نزد پیلاطس والی روم بردند و شکایت بر او آغاز نموده گفتند این شخص را یافته ایم که قوم را گمراه می کند و از جزیه دادن به قیصر منع می نماید و می گوید که خود مسیح و پادشاه است. پس پیلاطس از عیسی پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی در جواب گفت تو می گویی. آنگاه پیلاطس به رؤسای کهنه گفت که در این شخص هیچ عیبی نمی یابم. ایشان اصرار ورزیده گفتند که این مرد قوم را میشوراند و در تمام یهودیه از جلیل گرفته تا به اینجا تعلیم میدهد. اعضای مجمع شورا به نزد پیلاطس والی روم میرن تا او را تحریک کنند که حکم قتل عیسی را صادر کنند، زیرا آنها قدرت و اجازه کشتن کسی را بدون والی روم نداشتند. پیلاطس غالباً یهودیان را تحسین میکرد، ولی حالا یهودیان طوری بر علیه عیسی شکایت میکنند که انگار عیسی از بزرگترین خطاکاران است و پیلاطس فهمید که یک حقه‌ای زیر کاره. آنها پشت سر هم دروغ میبافند و طوری وانمود کنند که عیسی توطئه‌ای کرده و آنها بر علیه دولت قصد داشتن قیام کنند. حالا رؤسای دینی آمدن کمک کنند که حساب کمک دولت روم کنند و این حقه‌ای که مسیح چیده، توطئه‌ای که مسیح چیده رو آنها کشف کردن و به قول معروف دارن خوبیشون نشون که ببین پیلاطس ما چقدر خوبیم که یه توطئه‌ای بر علیه تو بوده و حالا ما کشفش کردیم. عجیب اینجاست که یهودیان آرزو می‌کردن که از شر حکومت رومیان آزاد بشن، ولی حالا برای اینکه پیلاطس را قانع کنن که مسیح را بکشن میگوین که این عیسی مردم را تحریک و منحرف میکنه که یاغی بشن و مالیات به دولت روم ندهن. آنها با حرفای خودشون رو دوست دولت روم معرفی میکردن و البته هرچی میگفتن کاملا دروغ بود. پیلاطس به نیت آنها پی برده بود و فهمید که آنها میخوان هندوانه زیر بغلش بگذارن و فهمید که حرفای رؤسای یهود اصلا قابل اعتماد نیست. برای همین بود که خودش میاد از عیسی مسیح بازجویی میکنه و پس از آن به رؤسای یهود میگه من در عیسی عیبی نیافتم که او سزاوار مرگ باشه. ولی آیه 5 میگه که یهودیان اتهامات کاذبانه خود را ادامه میدن و میگویند که عیسی از جلیل تا یهودیه که یک منطقه بسیار وسیع است همه رو بر علیه مردم روم شورانیده. استان جلیل تحت فرماندهی هرودیوس بود و نه پیلاطس. از این رو فکری به خاطر پیلاطس میرسه و آن اینکه او را به نزد هرودیوس بفرسته تا از تصمیم گیری شانه خالی کند و در حقیقت جلب امتنان هرودیوس را هم بگیره. هرودیوس در آن موقع برای عید به اورشلیم آمده بود. بنابراین عیسی در شهر اورشلیم از قصر پیلاطس به مرکزی که هرودیوس بود برده می شود. در آیه 8 آمده است که هرودیوس اصلا توی نخ امور معنویت و خداپرستی نبود. اشتیاقی نداشت که حقیقت را بدانه، ولی وقتی شنید که عیسی را پیش او می آورن خوشحال میشه. چرا؟ چون درباره او شنیده بود که کارهای عجیبی میکنه و حالا از روی کنجکاوی میل داشت عیسی را ببینه. فراموش نکنید که این همان هرودیوسی است که یحیای پیغمبر را به قتل رسانیده بود. در آیه 9 می‌بینیم که ملایان دینی آنقدر از خشم و حسد پر بودند که حتی خودشان هم همراه عیسی به پیش هرودیوس میرن. آدمی خیال میکنه که هرودیوس پس از قتل یحیای نبی از شرارت خود توبه کرده و این بار حکیمانه رفتار میکند، ولی او نیز با مسیح همچون شخصی که مستحق تحقیر و توبیخ است با وی معامله میکنه. یعنی او را چون به پادشاهی ملبس میکنه، لباس پادشاهی به او میده و بعد شروع به مسخره کردنش میکنه. واقعیت اینه که اگر عیسی تقصیری بر علیه دولت مینمود، بدون شک هرودیوس او را به قتل میرسانید. اما پس از سوالاتی که از او میکنه، او را مجددا نزد پیلاطس میفرسته، زیرا او نیز در عیسی هیچ عیبی پیدا نمیکنه. این امر سبب شد که پیلاطس دوباره مسیح را به درگاه خود بخونه و در این حال بین پیلاطس و هرودیوس یک دوستی به وجود بیاد. ولی در حقیقت یهودی و غیر یهودی هر دو متحد شده بودند تا عیسی مسیح را به قتل برسونن.
از آیه 13 متوجه میشویم که پیلاطس سعی میکنه که به صورت قانونی و منصفانه عیسی را محاکمه کند. ولی از آیه 16 متوجه میشیم که بر اثر فشار مردم، مخصوصا همه بزرگان و مشایخ و ملایان یهود، او از طریق عدالت و انصاف منحرف میشه و اگرچه خودش ثابت میکنه که مسیح بیگناهه، ولی سرانجام به اصرار ملایان دینی حکم اعدام و مصلوب شدن مسیح را صادر میکند. در آیه 18 میفرماید که همه فریاد کردند که مسیح را مصلوب کن. 3 بار پیلاطس میخواست مسیح را آزاد کند، اما هر 3 بار ملایان دینی طالب مصلوب شدن مسیح میشوند و میگویند که او را مصلوب کن و خون او بر ما و فرزندان ما باد. به عبارت دیگر، ای پیلاطس، تو وجدانت راحت باشه، اگر مقصر نیست بلایی که بایستی بیاد بگذار به سر ما بیاد. ما مسئولیت خون او را به عهده میگیریم. تعصب، خشم و کوردلی آنان آنچنان بود که نمیدانستند چه میگفتند. سرانجام پیلاطس حرف آنها را میپذیرد و به خاطر حفظ آرامش شهر و رضایت یهودیان و راحتی آنها مسیح را تسلیم آنها میکند تا مسیح مصلوب شود، کشته شود و بمیرد. یهودیان خیال میکردند که برگ برنده حالا در دستشونه، شاد و خوشحال میشوند. پس مسیح را میگیرن و به بدترین و کثیف‌ترین نحوی، یعنی به طریق مرگ بر روی صلیب، مسیح را میکشند. دوستان عزیز، مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بسیار عجیب بود که اجازه میخواهم به خاطر پایان یافتن وقتمون در برنامه بعدی دنبال آیات را براتون بخونم و ببینید که چگونه آنانی که ادعا میکردند خدا را میپرستیدند، راهنمای ملت هستند، یعنی رؤسای مذهبی، با عیسی مسیح، با کلمه خدا رفتار میکنند، رفتاری بسیار وحشیانه و غیر انسانی. خدا کند ما که اعتقاد داریم خدایی هست و ادعا میکنیم خدا پرست هستیم، مواظب رفتار و اعمال و کردارمون باشیم. مبادا خدایی نکرده که ما نیز متعصب باشیم و از بصیرت روحانی محروم باشیم و اعمالی انجام بدهیم که هرگز مقبول خداپرستان نمی باشد. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.